فصل بهار، ایام احیا، سبزیش و دوباره زنده شدن تمام موجودات طبیعت می باشد. با آمدن این فصل زمین جامعه سبز به بر می کند. گلها می شکفند، پرندگان سرود می خوانند و هوا از نکهت تازه پر می شود. بهار فصل نور و گرمی، فصل امید و آرزوهای نو است. بهار را می توان به زن مادر تشبیه داد، چون این فصل سرشار از زیبایی، مهر و احیاگری است. زن مادر مثل فصل بهار به زندگی تراوت می بخشد، به خاندان گرمی می رساند و با مهربانی دلها را شاداب می کند. اگر بهار طبیعت را زنده کند، زن جامعه را با محبت و تربیت آباد می سازد. مثل گلهای شکوفان، زن نیز زیبایی خود را نه تنها در سیما بلکه در قلب و رفتارش تجسم می کند. صبر و تحملش مثل زمین بهاری حاصلخیز است که هر دانه در آن سبزیده می تواند. مهرش مثل آفتاب بهاری گرم و روح‌نواز است. و امروز در همین ایام زیبای بهاری به افتخار روز مادران بخشیده می شود. قهرمان برنامه ما سروربی جلالова، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه میر سید علی حمدانی می باشد. سروربی جلالова در عائله آموزگار به دنیا آمده. از آوان کودکی در محیط فرهنگی و علمی به وایه رسیده است. نقش پدر و مادر دانشمند و مهربانش در تشکل شخصیت او خیلی بزرگ است. مهر و نوازش، نصیحت‌های پدر و دعای مادر تا امروز چراغ راه زندگی اویند. از بس که پدرم آموزگار بود، من خواستم پیشه پدرم رو انتخاب کردم، با راه پدر خواستم روم و به دانشگاه آموزگاری شهر کلاب داخل شدم. سال 1984 دانشگاه مذکور را با دیپلم اعلا به آخر رساندم و خودی همان سال در مؤسسه که ختم کرده بودم، در مؤسسه رقم 16 دهه خود همچون آموزگار به فعالیت شروع نمودم و راستی گپ همون سال از بس که من شاگرد همون مکتب بودم، رهبر مؤسسه من باور کرده سال اول فعالیت کاریم با من صنف 1 سپاریدم. من کودکان که بیشتر دوست می داشتم، در دل من فقط میری کودکان بود و برای همین من آموزگار صنف ابتدایی شدم. سابقه کاریم 38 سال و تنها در دوام همین فعالیت کاریم 4 سال در جماعت همچون معاون رئیس فعالیت نمودم. سروربی از جمله آن زنان است که مردانوار در و بروی تمام تضادهای زندگی مبارزه برده است. سرنوشت نه همیشه برایش تبسم کرده است، اما او در برابر شکست‌ها نشکست. با اراده قوی، با صبر و تحمل و با اطمینان کامل راه زندگی را ادامه داد. هر آزمایش تقدیر را همچون درس زندگی پذیرفت و هر مشکلی با سربلندی گذشت. با گفته خود او، خاطره های پدر و مادر همیشه گرد ذهنش چرخ میزند. لحظه هایی هستند که فراموش کردنشان ناممکن است. سخنهای راهنما، تربیت درست و محبت بی اندازه. محض همین تربیت بود که او را امروز به یک آموزگار نمونوی و زن شجاع تبدیل داده است. پدر و مادرم یک شخصانی روشن فکر بودن، هرچند که مادرم صاحب خانه زن هم بود، خانه‌شین هم بود. با درس اساتید من بسیار هم دقت میداد. فقط بسیارتر فقط تاکید میکرد که رو از پای دستیت شو و در حقیقت در پیش خویشاوندان میگفت که دخترم بسیار هم ذهن خوب دارد، ذهن تیز دارد. این را راستیگه به خویشاوندان میگفت و من دائما نظارت میکرد که من کودک بودم، اما نظارت میکرد که من باید که درسیم را تیار کنم، با درس با آمادگی روم. و اینچنین پدرم نیز نسبت من هم تعلیم هم تربیه فرزندان
بسیارم جدی بودند. ما در اویله 4 دختر و 1 پسر هستیم. وقتی که مثلا من از درس کودک بودم می اومدم تو بوی گرم نان مادرم از در خانه همسایه می رسیدم، بعد ما می رسید. تمام خوراک‌ها رو مادرم می پخت، اما در بهار بسیار هم خوراک‌های مثلا میلی می پختن. راستی گپ سمنک مادرم، مثلا آش بریده یا مثلا دلده های مادرم من که در بهار می پختم، من از خاطرم نمی رود. پدرای من اشتراکچی و اینمدی جنگ وطنی بودند. یک دستشون مجروح بود. با همون مجروحی دستشون نگاه نکرده یک باغبان خوب بودند. من آبچکاری پدر من پیش از آدمان سالم راستی گپ می رسیدند. تمام آبچکاری هایش. حتی همسایه ها از خونه ما می بردند. با همون یک دست که من مجروحی که پدرم داشت، همون زمین از زودگی من یک گلزار بود. من تمامی مسئولات ها را خودش در وقتش میشنوند. مثلا انا نگاه بین میکرد، هر از کسبی مثلا آموزگاری که مثلا داشت. و بسیار کتاب میخوان پدرم، بسیارتر کتاب میخوان. ما نیز به کتابخانه بسیار هم جلب میکرد. معلمه سروربی جلالова در سن خیلی بروقت قبلگاه فرزندانش را از دست داد. این فاجعه بزرگ برای یک زن جوان آسان نبود. هر یک لحظه تمام مسئولیت زندگی، تربیت 5 فرزند و مشکلات روزگار بر دوش او افتاد. 5 فرزند، 5 امید، 5 تقدیر، 5 دل منتظر برای مادری که تازه به امتحان‌های سخت زندگی روبرو شده بود. تربیت 5 فرزند که 2 نفر آنها دانشجو بودند. دیگر فرزندانم صنف 9، صنف 7، 6 ساله. و در حقیقت برای من رفتن مردکم ضربه سخت در زندگی بود که من قریب خودم رو از دست می دادم. در این وقت مکتب مرا رها کرد، کودکان مرا رها کردند از چنین وضعیت‌های روزگار. در این وقت فقط در اینجا خیلی برای من لازم بود یگان شخصی که در پهلویم باشد، شخصی که مثلا دستی مرا بگیرد، شخصی که مثلا یک دل مرا سبک کند. و این یگانه برادرم بود. برای من همچون پدر خدمت کرده است. قریب گویم وضعیت‌های زندگی مرا وی برداشت گرفت. فرزندانم را در خواندن فرزندانم، در من تربیت آنها بسیار هم سهم خود را گذاشت. هرچند که او از ما دور زندگی میکرد، اما به هر حال و امروز تا امروز و در پهلویم من مسئولیتچی من در زندگی است. به فکرم من اگر پدرم هم می بود، اگر همین قدر خدمت میکرد برای فرزند، نمیدونم من چقدر وصف کنم خوبی برادرم را. راستی گفت این راه پر از سنجش و تحمل بود، اما او شکست نخورد. اشک درونی دلها را با صبر تحمل داد، دردها را با نیرو و تنهایی را با اراده. هر سحر با امید سر از بالین می برداشت تا هم مادر باشد و هم پدر. برای فرزندانش نمونه متانت شد. با مهنت حلال، با آموزگاری و باور به فردا چراغ خاندان را خاموش نگذاشت. او خوب می‌دانست که فرزندان به محبت، به دستگیری و با تربیت درست نیاز دارند. از این رو نوبسته از سختی‌ها همیشه با چهره گشاده و سخن نرم آنها را راهنمایی می‌کرد. می‌خواست فرزندانش در زندگی سربلند باشند، با آداب و دانشمند به کمال رسند. امروز وقتی که به راه طی کرده‌اش می‌نگرد، می‌داند که هر یک قدمش پر از مبارزه بود. اما همین مبارزه او را قوی تر ساخت. سروربی جلالova اثبات کرد که زن تاجیک میتواند در برابر سخت‌ترین امتحان‌های زندگی استوار بماند و با محبت مادرانش زندگی را ادامه دهد. معلمه جلالova سرور طوری چند سال است
با او همکارم بسیار انسان نجیب، خاکسار، مهربان و دلسوز است. معلمت در این ساعت تجربه زیادی کاری دارند. هر یک تجربه از سرگذرانده معلمه سرمشق کار ما جوانان است. روند درسی معلمه هم از نگاه روانی و هم از نگاه تجربی خیلی بلند است. در مناسبت با اطرافیان، مخصوصاً با آموزگاران و همکسبان، در یک سطح عالی عمل میکند. هر لحظه درس معلمه خود یک پند و انگیزه بزرگ است. معلمه سالهای زیاد کار کردن در این مؤسسه و شاگردان زیاد نیز به وایه رساندند و تا امروز شاگردان او از زحمت و تلاش‌ها و پیگیرانه خود معلمه یادآور می‌شوند و گاه معلمه را نیز خبر می‌گیرند، قدردانی می‌کنند. سالهاست که سروربی جلالова در ساحه معارف فعالیت دارد. او نه تنها آموزگار بلکه تربیتگر نسل نورس است. برای شاگردانش مثل مادر است، با مهر، با دلسوزی و با مسئولیتی بلند. هر یک دستاورد شاگردان را همچون موفقیت شخصی خود قبول می‌کند. او نه تنها آموزگار مکتب بلکه آموزگار زندگی است، برای فرزندانش، برای هر کسی که از سرگذشت پر عبرت او سبق می‌گیرند. آموزگار یک شخصی باشد که من تعلیم و تربیت دهنده، دیگر یک نمونه در جامعه با رفتار، من با گفتار و تمامی من خصلت‌های خوب داشته باشد که من از آموزگار باید که دیگر عبرت گیرند. هر یک کودک من به یک سخن خوب احتیاج دارد. من کودک ما فقط با کودک باید که با سخن‌های خوب معامله کنیم. وقتی که ما با سخن خوب با آنها نسبت کردیم، هم کودک خودش پیش می رود، هم کار آموزگار پیش می رود و ببینیم کودک هم و برنامه را چقدر خوب اسقاط میکند. من نسبت کودک دغل بودن من در کار نیست، مخصوصا معلمه صنفی ابتدایی. در آن لحظه های سخت و سنگین، وقتی که غم و درد مثل سایه همیشه همراهش بود، یگانه پناهگاه و رهایی برای او مکتب و شاگردان گشت. صنفخانه برای او تنها جای کار نبود، آن مکان تسکین، مکان امید و ادامه زندگی بود. هر باری که به نزد شاگردان می در آمد، اندوه کمی کنار می رفت. نگاه های پاک و به آلایش کودکان، سلام و احترام صمیمی و سوال های پر از شوق و هوس به او نیرو می بخشیدند. او در میان تخته صنف و صدای زنگ درس خود را تنها احساس نمی کرد. برعکس، احساس می کرد که زندگی ادامه دارد، که مسئولیت بزرگ بر دوش دارد و باید قوی باشد. شاگردان برای او نه تنها خواننده بلکه تکیه‌گاه شدند. محض همین محیط مکتب او را از ورطه غم و اندوه بیرون آورد. در آغوش کسب دوست داشته‌اش او قوتی نو پیدا کرد. مهر به کسب و احساس مسئولیت نسبت به تربیت نسل نورس او را وادار ساخت که با وجود تمام آزمایش‌های زندگی استوار بماند. همین طور مکتب و شاگردان برای این زن متین نه تنها جای فعالیت بلکه پناهگاه روحی و چراغ امید زندگی شدند. او هیچ وقت از کسب انتخاب کردهش پشیمان نشد. برعکس، آموزگاری را بزرگترین نعمت زندگی خود می‌داند. سروربی جلالova خوب درک می‌کند که آموزگاری تنها پیشه نیست، این رسالت است. رسالت بیدار کردن شعله دانش در دل کودکان، رسالت تربیت انسان‌های شایسته. او با همین احساس سالها به صنفخانه وارد شد و با همین احساس از آن بیرون آمد. اگر جوان شوم، من باز همین پیشتر را انتخاب میکنم، برای که من از این پیشتر برکت هم یافتم. شکر خداوند. من از این پیشتر صاحب آبرو هم شدم. میگم که من تا وقتی که من قوت دارم و مکتب رفتن میتوانم، من
از خودم باوری دارم که از عهده همین کار میبرایم، من کار میکنم. که وقتی که مثلا خیلی از پا موندم خیلی دیگر گلویش ندارم. من نمیتونم روز دیگه به مکتب به کودکان روز دیگه زندگی خودت رو تصور کنم نمیتونم. تعلیم در ساحه صفای ابتدایی به نهایت مشکل است. معلمات دارای یک خصلت‌های بزرگ مهمی هستند که حتی البته به آموزش پسیکولوژی کودک نمیتوان به یک نتیجه درست تربیت رسید. معلم هم پسیکولوژ خوب هستند، روانشناس خوب هستند، هم آموزگار حرفه‌ای هستند که تمام جنبه‌ها را توانستند به مراد و مقصد خویش بوده رسانند. او با افتخار میگوید آموزگار بودن برای من شرف است. زحمت و تلاش و دستاوردهای او پیش از همه در سیمای شاگردان والا مقامش تجسم یافتند. برای سروربی جلالова مکافات و عنوانها مهم نیستند. افتخار اصلیش آنهایند که امروز شاگردانش در گوشه و کنار کشور همچون طبیب، آموزگار، مهندس، روزنامه‌نگار و دیگر متخصصان ورزیده فعالیت دارد. هر باره که از موفقیت یکی از شاگردانش میشنود، قلبش از فرح لبریز می شود. او باور دارد که هر دانه‌ای که در زمین دلهای پاک کاشته است، روز ثمر می دهند و امروز آن دانه‌ها به درختان پربار تبدیل یافتند. مثلا دوره که ما اول کار نامدیم، من اینقدر امتیازهایی که در حوزه است در اون دوره نبودن. ما بسیارتر فقط خودآموزی میکردیم، فقط از آموزگارانی که مثلا تجربه کاری داشتن بعد از اونها رفته میپرسیدیم. اما امروز چقدر مثلا موادهای متدی بسیار، چقدر دستورالعمل‌ها برای آموزگاران، چقدر کورس‌های سمینارهای آموزشی، کورس‌های بازآموزی، چقدر بسیار همین ما شکر میکنیم به خود در همین چون دوران استقلال، در دورانی که مثلا زندگی میکنیم که مثلا تاجیکستان ما یک بهشت رو میمونه. راستی گپ ما شکرانه میکنیم که در چون دولت زندگی میکنیم که از همه اساسی آباد است، آزاد است، اصلا امن است و همه ما آموزگاران یک با دل پر مثلا به مکتب میوییم، مثلا چقدر مثلا فعالیت میکنیم، مثلا چقدر کودکان قدر خرسند شادی کنن به مکتب میآیند. شاگردان والا مقامش ادامه دهنده راه اویند. آنها با علم و آداب، با احترام به ارزش‌های ملی، با حس بلند مسئولیت در جامعه جایگاه خود را پیدا کردند. این است بزرگترین دستاورد یک آموزگار و یک تربیتگر انسان. سروربی جلالова با تمام هستی احساس میکند که عمر خود را بیهوده صرف نکرده است. زیرا پس هر زحمت، پس هر شب‌های بیدارخوابی، امروز صدای موفقیت شاگردان به گوش میرسد و همین صدا برای او بهترین مکافات است. ثنا بادا به زن‌هایی که مردند، بیاض زندگی را بیت فردند، به نامردان بداده دست مردی، دم حسن زنی را کم نکردند. چنین مصرع‌ها بیانگر سرنوشت زنانی هستند که با اراده قوی و قلب پرمهر زندگی را پیش میبرند. زنانی که در برابر سختی ها نمی شکنند بلکه قوی تر می شوند. آنها همزمان هم مادر مهربانند، هم تربیتگر نسل ها و هم ستون استوار خاندان. این ابیات گویا تجسمگر زندگی سروربی جلالова است. زنی که در امتحان‌های روزگار مردانوار ایستادگی کرد، اما هیچگاه حسن زنانه، مهربانی و نرمی قلبش را از دست نداد. او با صبر و تحمل به دیگران درس متانت داد و با محبت به فرزندان و شاگردان درس انسانگری. بله، ثنا بادا به چنین زنان که مردانه می ایستند و زنانه دوست می دارند.